اونهایی که رفتن رو خواستن و با رفتنها به هستی خودشون رسیدن، اونهایی که موندن رو مرگ دیدن و بدار الیه یسارعون، با شتاب گام برداشتن. اینا با شروع رفتنشون خواه نخواه با مانع ها روبرو شد و این مانع هاست که اونها رو نقد میزنه. این تغیرها و دگرگونی هاست که درجه ثبات اونها رو مشخص میکنه. اینجاست که اون روحایی که از کوه سخت‌ترن متزلزل بشن. زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله. اینقدر بحران ها شدید میشه، اینقدر تنور گرم میشه، اینقدر مصیبت بالا میاد که رسول اونهایی که در راهند و گرایشی داشتند و دویدن، اینها میگن پس کجاست یاری؟ زلزلوا، متزلزل شدن، زیر و رو شدن. تا اونجا که رسول اونهایی که به ایمان رسیده بودن گفتن متی نصر الله، کجاست این؟ کجاست این کمک؟ الا ان نصر الله قریب. و این نصر و یاری او برای اینها که راه افتادن، این یاری نزدیک و این کمک دم دستی که او برای راه رفته ها داره در مراحل متعددی شکل می‌گیره. گاهی با قرآن کذالک لنثبت به فؤادک، با قرآن میخواد ما رو به ثبات برسونه. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، با قول ثابت میخواد انسان رو ثبات. این مرحله برخورد با روح‌های سرزنده است. ذکر عبادنا واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. این یاد آوردن روح‌هایی که تو بحران‌ها و حادثه‌ها سرسخت ایستادن.